आदमी के बर्थडे से लेकर के जिसे कहते हैं कि मरने तक काम आती है। और क्षमा अपने यहाँ जो है वो हम लोग ने सुन्नती तरीके से और पुराने तरीके में जो है एक लंबी सी क्षमा जो है वो देख ली, लेकिन जब यहाँ पर आए और स्टूडियो में जो है वो आए और आज जो मैंने देखा तो आखिर मुझे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि ये क्षमा है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो है वो ये हमारे हाथ में ये जर्दालू है जिसे कहते हैं, या आड़ू जिसे हम लोग कह सकते हैं। ये आड़ू नहीं है, ये दर हकीकत जो है वो क्षमा है, ठीक है। और ये पहले तो मैं समझा कि ये अनानास है, अनानास का टुकड़ा है, लेकिन ये अनानास नहीं, पनीर का जो है इन्होंने पनीर की डिज़ाइन के हिसाब से बनाया है। और सबसे ताज्जुब खेज जो है वो ये जेली या जिसे कहते हैं स्ट्रॉबेरी जो है वो खुद नर्म है, यानी ये देखिए नर्म है, और उसके बाद ये पूरा खूबसूरत सा ये सब तैयार है। ये भी क्षमा है। तो इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा आहंगर साहिबा, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है साहब। سلام عرض ادب خدمت شما. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه آموزش شمسازی دیگه در خدمتتون هستم. बहुत ही खूबसूरत समय बनाती हैं, बहुत ही अच्छी समय आप बनाती हैं। और जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कैमरे में लोग देख रहे हैं, अलग अलग तरह की 3-4 डिज़ाइन तो मैंने ही दिखाई है। और ये जो आप लाइन से देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक एक करके हमको आप बताना शुरू कीजिए कि कौन सी क्षमा सबसे पहले आप बताएंगे हमारे नाज़रीन। امروز قراره با هم دیگه یه شرم ژله بستنی जेली किया है हम लोग खाएंगे, जी हाँ। برای درست کردن این شرم ژله بستنی ما نیاز به پارافین داریم. پارافینمون رو از قبل گرم می‌کنیم، پارافین جامد، بعد رنگش اضافه می‌کنیم اگر بخوام رنگی بشه، و اگر بخوام سفید باشه که مدل وانیلی بشه که همون رنگ سفید رو استفاده می‌کنیم. जी, अगर आप थोड़ा सा धीरे बोलेंगी तो समझने में हमारे नाज़रीन को आसानी होगी। برای درست کردن ژله بستنیمون اگر بخوام چند رنگ بشه دیگه سلیقه‌ای، میتونیم پارافین و ژلمون رو به صورت طبقه طبقه داخل ظرفمون بریزیم، یا اگر میخوایم تک رنگ درست کنیم بازم میتونیم از یه دونه رنگ یا یه دونه پارافین استفاده کنیم. ظرفمون رو معمولا قبل از که بخوایم پارافین رو بریزیم، چون ظرفمون سرده، پارافین داغه، ظرف رو باید با 3-4 گرمش کرد که ظرف ترک نکنه. پارافین که من ذوب کردم و داخل ظرفم میریزم یه مقدار، بهش زمان میدیم تا این پارافین کاملا خودش رو بگیره و سرد بشه. چون اگر سرد نشه من میخوام پارافین ژله‌ای رو بهش اضافه بکنم، رنگا با هم دیگه قاطی میشن و اون جلوه و قشنگی خاص خودش رو نداره. پس این زمان میدیم تا خودش رو بگیره. برای درست کردن من یه مدل نمونه کار از قبل آماده کردم. زیرشو پارافین ژله‌ای ریختم، وسط سفید که پارافین جامد هست به صورت بستنی، و دوباره یه رنگ ژله دیگه. برای این کارمون ما میتونیم پارافین ژله‌ای رو حتما باید با رنگ مایع ترکیبش کنیم، چون شفافیت خودش رو داشته باشه. پس حتما باید این زمان رو بدیم که مرحله کار قبلی کاملا سرد شده باشه. یه مقدار پارافین ژله‌ای داخل ظرف می‌ریزم. وقتی که مرحله به مرحله آماده کردم و کاملا سرد هست، حالا میخوام این ژله قالبی که اینجا شما مشاهده می‌کنید رو درست بکنم. برای این کار پارافین ژله‌ای که داخل این ظرف ریختیم، یه مقدار رنگ مایعی که داریم داخلش حل می‌کنم و خیلی آروم هم می‌زنیم، چون هم زدن زیاد برای پارافین ژله‌ای باعث میشه که حباب ایجاد بشه و کارمون کیفیت و قشنگی خودش رو نداشته باشه. این مدل ژله‌ای که الان شما مشاهده می‌کنید داخل قالب می‌ریزیم. آروم هم می‌زنم که رنگ کاملا داخل
پارافین هم که ذوب شده حل بشه، داخل یه قالب پلاستیکی که لوازم قنادی‌ها این قالب‌ها رو دارن، حالا به صورت سیلیکونی یا پلاستیکی موجود هستش. داخل قالب می‌ریزم و بهش زمان کافی رو میدم تا حل بشه، تا سرد بشه. خب الان برای اینکه ما می‌خوام این ژل بستنی رو آماده بکنیم، من از قبل این کار رو انجام دادم. داخل یه قالب پلاستیکی رو ریختم و می‌خوام زمان کافی هم بهش دادم سرد بشه و حالا از توی قالب می‌خوام در بیارم. اگر هم بخوایم دو رنگ درست کنیم، من تقریبا روش رو قرمز ریختم، زیر نارنجی بوده. داخل همین قالب هم میتونم دو رنگ درست بکنم. این مرحله اولش رو که بریزم، حالا هر رنگی که بخوام میذارم مرحله اول کاملا سرد بشه، بعد مرحله دوم میریزم. حالا وقتی بخوام این کارو انجام بدم، قبلش میام این شمعم رو سوراخ میکنم که بخوام فتیله گذاری کنم. اگر بخوام تا انتها فتیله داشته باشه، پس سوزنم رو داغ میکنم و تا انتها میبرم. برای تزیین روش هم حالا هر چیزی که دوست داشته باشن میتونن استفاده بکنن. هم شمع زیریمون که داخل ظرف ریختم، پارافینم رو ذوب میکنم، سوراخ میکنم، هم این ژله‌ای که روش گذاشتم. فتیله‌ام رو رد میکنم از داخلش به اندازه‌ای که داخل ظرف قرار بگیره. این کاملا سوراخ نشد. خیلی میچرخونمش که جا باز شه برای فتیله. این کار رو انجام میدیم، فتیله رو میذاریم داخل شمعمون و روی فتیله رو میتونیم تزیین بکنیم، یا اینکه از همین توت‌فرنگی‌هایی که بازم با همین روش داخل قالب ریختم استفاده کردم. این هم فرم ژله‌ای داره، میتونم این از سوراخ بکنم بذارم روش، یا اینکه نه به صورت ساده باشه، یا اینکه یه پارافین سفید بریزم فرم این مدل‌ها که شبیه بستنی باشه و کار طبیعی باشه. میتونم به صورت ساده هم فتیله‌مو حالت بدم و روی کارم بزنم. बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत. अच्छा, ये आपने बीज जो है इसकी, जो उसके जो हंसते हैं, जो उसका बीज, वो भी इसी उसका बना हुआ है, मूंग का ही है वो भी? بله، همه کار با پارافین هستش. ओहो, कितना जो है वो नफीस और ज़रीफ काम है. आप ये देखिए बीज अगर कितनी नज़दीक से अगर ये देखिए इसको जो है, तो वाकई ताज्जुब हो रहा था कि कितनी नफासत से और कितनी बारीकी से इन्होंने जो है वो बनाया है. ये देखिए पूरा आधा और ये पूरा हिस्सा इसका, ये देखिए ये पूरा. तो वाकई बहुत ही. और भी कोई चीज़ हो तो बताइए हमारे नाज़रीन को. हमारे पास मुझे लगता है वो 2-4 मिनट का और वक्त है. شمعی که اینجا هستن شمع بستنی هستش، این مدل شمع تارت هستش و شربت بلوبری، اینم که ژل بستنی، شربت زردآلو ژله و شربت توت‌فرنگی. این مدل شمعی که شما می‌بینید هم به صورت هم قابل استفاده هستن، هم به صورت دکوری میشه برای منزل استفاده کرد. و اینکه گاهی اوقات سر میزای شام، کافی شاپ‌ها یا هر جای دیگه‌ای قابل استفاده هستش و لذت و زیبایی خاص خودش رو داره. बहुत बहुत शुक्रिया. हम फिर आपको ज़हमत देंगे और फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे और नाज़रीन के सामने आपको पेश करेंगे और एक नई डिज़ाइन के साथ. तो नाज़रीन देखते हैं एक प्रोग्राम का एक हिस्सा और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हम इससे वापस